در ادامه مباحث ریاضی #ریاضی آسان برای هر شکل جمع برداری رسم کنیم و جمع مختصاتی بنویسیم. برای رسم بردار ابتدا بردار مثلا آ را که انتخاب میکنیم در جهت همون باید رسم بشه و در بردار بی رو انتخاب میکنیم در امتداد در پایان اون بردار این امتداد بده و شروع بشه و پایان. برای بردار سوم باید به ابتدای بردار اول همیشه و به انتهای بردار دوم وصل بشه در هر حالتی که باشد. بردار اول ابتدای بردار اول به انتهای بردار دوم وصل بشه جمع مختصاتی ایجاد میشه براش. جمعش هم بخوایم بنویسیم مینویسیم بردار آ به اضافه بردار ب مساوی است با بردار سی.